خب اینو میگن طبیعت بکر. نگاه کنین که چقدر زمین مهربونه. هر چی بهش بدی خوب نگهداری میکنه. از یه دونه یه باغ رو و از یک سنگ یک کوه رو درست میکنه. طبیعت همه چی بلده. ما یادمون رفته ازش چجوری استفاده کنیم. یادمون رفته که طبیعت رو الگو قرار بدیم. ببینید زندگی یعنی این، یعنی جاری باشی، روون باشی، ذهن تو درگیر هر چیزی نکنی. تو جاری بودنه که رشد اتفاق میفته و رشد یعنی رسیدن. رشد یعنی رسیدن. دقیقاً از طبیعت الگو بگیریم. چقدر راحته. اجازه میده همه روش زندگی کنن. اجازه میده هر که هر جور دوست داره زندگی کنه. یه درخت وسط کوه در میاد، یه درخت توی چمن، یه درخت از وسط صخره‌های صعب العبور در میاد. چون طبیعت آرومه، راحته، گیر و گور نداره. واقعا بزرگترین الگومونه. ببینید که این همه جونور و درخت و گیاه و جانداران مختلف کنار هم دارن زندگی میکنن تو طبیعت. نه جاشون تنگه، نه نگران تغذیه و روزیشون هستن، نه نگران مشکلات دیگهشون هستن. همه دارن رشد میکنن. مگه داریم که طبیعت تموم بشه؟ پس تو هم تموم نمیشی. ذهنت محدودت کرده. دوست من، این ذهن محدودت فقط به درد زمانایی میخوره که تو محیطای دربسته بمونی. این دربستگی یعنی جسم. تو جسمت نیستی. تو اون روح بزرگی هستی که باید عین این طبیعت راحت و آزاد و روون باشی. مگه میشه روحو بست؟ ببین وقتی شب میخوابی روحت همه جا میره. پس تو همون روحی. این لباسو پوشیدی اومدی یه چند صباحی یه تجربیات زمینی هم داشته باشی. پس خودتو با طبیعت وفق بده. به خودت اجازه رها شدن بده. ببین چجوری جهان هستی کمکت میکنه. ببین چجوری تمام مسائلی که فکر میکردی یه زمانی غیر قابل حله به راحتی حل میشه. بستگی توی ذهنته. بیرون از ذهنتو هیچ مشکلی وجود نداره. لطفاً یه وقتایی بزن به دل طبیعت و بیخیال شو. بیخیال شو، منتظر هیجان‌هایی باش که جهان هستی برات میاره. مطمئنم این لحظه ها رو تجربه میکنی.